دوستان سلام. از اونجایی که رسالت چنل ما افزایش اطلاعات شما عزیزان در زمینه‌های مختلف و ارائه راهکارهای سریع و زود بازده در حوزه کسب و کاره، امروز هم یه ویدیو براتون آماده کردیم که در اون با کاری آشنا میشید که ممکنه زرق و برق آنچنانی نداشته باشه، ولی با سرمایه کم و کمی تلاش میتونید به سود خوب و قابل قبولی برسید. کاری که قرار امروز به شما معرفی کنیم در حوزه کارهای فیزیکی و در دسته‌بندی کلی کسب و کارها در حیطه پرورش دام و طیور قرار میگیره. باید بگم این ویدیو مختص دوستانیه که به پرورش طیور علاقه دارن و به دنبال یه راهکار یا یه ایده هستن. اما توصیه من به تو دوست عزیز اینه که حتی اگه علاقه نداری این ویدیو رو تا آخر ببینی، چرا که با مشاهده میزان سرمایه کم، سادگی کار و سود سرشار حاصل از اون حتما به این کار علاقمند میشید. عنوان این شغل پرورش مرغ بومی یا همون مرغ محلیه. شاید همین اول کار خیلیاتون بگید که ای بابا، تو این وضعیت بد اقتصادی و هزینه بالای پرورش مرغ و هزار تا گیر و گور دیگه که خیلی از واحدهای پرورشی به تعطیلی کشیده شدن، این چه ایده‌ایه که شما دارید؟ باید بگم که پرورش مرغ محلی تفاوت‌های اساسی با پرورش مرغ صنعتی داره که همین تفاوت‌ها باعث میشه که قیمت تمام شده و در نهایت سود حاصل از این کار هم متفاوت باشه. پس اگه میخواید این تفاوت‌ها رو متوجه بشید، این ویدیو رو تا انتها دنبال کنید. قبل از اینکه بخوام مراحل پرورش مرغ محلی رو واسهتون بگم، اجازه بدین که چند تا از مزیتاش رو واسهتون توضیح بدم. مرغ بومی در مقایسه با طیور صنعتی مقاوم‌تره. در واقع نسبت به گرما و سرما و بیماری ها مقاومت بیشتری داره که در نتیجه تلفات کمتری خواهد داشت و موجب سوددهی بیشتر میشه. همچنین برای تغذیه مرغ محلی علاوه بر خوراک معمول که گندم، جو، پروتئین و ذرته، میشه از پسماند مواد غذایی و سبزیجات استفاده کرد که واسه این کار میتونید به رستوران ها، هتل ها و یا تالارها مراجعه کنید و با اونها یه قرارداد ببندید و با هزینه خیلی کم بخش قابل توجهی از جیره غذای مرغ ها رو تأمین کنید. یکی دیگه از مزیت‌های مرغ محلی نسبت به مرغ صنعتی اینه که چون مرغ محلی جنب و جوش بیشتری داره، نیاز نیست که جیره غذایی رو در نزدیکترین فاصله ممکن و با نظم خاص و جیره ترکیبی مشخص در اختیارش قرار بدید که همین عوامل سبب میشه شما به تجهیزات کمتری نیاز داشته باشین. حضور فیزیکی شما و کنترل جیره غذایی هم به نسبت مرغ صنعتی کمتر باشه، چرا که مرغ محلی فقط به اندازه نیاز غذا میخوره. و اما میرسیم به بخش اصلی کار و اینکه واسه شروع چی کار باید بکنیم. واسه پرورش مرغ محلی 7 گام تعریف شده. اول از همه میزان سرمایه گذاری رو مشخص کنید، چرا که وقتی این کار رو انجام بدین متوجه خواهید شد که در چه مقیاسی میتونید این کار رو استارت بزنید و قطعاً گام اول و اینکه چقدر میخواید سرمایه گذاری کنید تأثیر مستقیمی روی مراحل بعدی خواهد داشت. از اونجایی که قرار ما بر این بوده که یک کسب و کار کوچیک معرفی کنیم، تمامی اعداد و ارقامی که در این ویدیو اعلام میکنیم برای پرورش حدوداً 500 قطعه مرغ محلی تخمگذاره. حالا چرا مرغ تخمگذار؟ مهمترین دلیلش اینه که دوره پرورش مرغ محلی از جوجه تا مرغ گوشتی حدوداً 5 ماهه، اما مرغ صنعتی 45 روزه است که این تفاوت زمانی در پرورش باعث میشه که تولید مرغ محلی گوشتی مغروم به صرفه نباشه. اما اگر در عوض 500 مرغ تخمگذار داشته باشید، هر مرغ در سال حدوداً 200 تخم میذاره که سالانه چیزی در حدود 100,000 تخم مرغ میشه. با توجه به اینکه معمولا قیمت تخم مرغ محلی
از صنعتی بیشتره و در حال حاضر بین 900 تا 1000 تومن در مغازه ها به فروش میرسه، اگه شما هر عدد تخم مرغ رو 700 تومن هم بفروشید، سالیانه 70 میلیون تومن سود شما فقط از فروش تخم مرغ خواهد بود. بماند که بعد از اتمام دوره تخم گذاری میتونید خود مرغ رو هم بفروشید. و اما گام دوم، بعد از اینکه میزان سرمایه اولیه رو مشخص کردین، محل پرورش رو باید فراهم کنید. بهتره که واحد پرورشی تو روستا دایر بشه. صرف نظر از اینکه اجاره یا تهیه فضا ارزون تره، دسترسی پرنده به خاک مورد نیاز تغذیه هم فراهمه. لازمه که بدونید طبق استاندارد فضای لازم جهت پرورش مرغ صنعتی به ازای هر متر مربع 5 مرغ هستش، ولی از اونجایی که مرغ محلی پرنده پر جنب و جوشیه و مبنای این طرح درآمدزایی بر اساس مرغ محلی تخم گذاره، فضایی که واسه پرورش 500 قطعه لازمه چیزی در حدود 200 متر مربعه. مرحله بعدی تهیه تجهیزات لازمه که هزینه تجهیزات واحد پرورشی با مقیاسی که قبلا گفتیم چیزی در حدود 4.5 الی 6 میلیون تومنه. ولی باید بگم اصلا نگران نباشید، چرا که یکی دیگه از مزیت‌های مرغ محلی نسبت به مرغ صنعتی اینه که تجهیزات مربوط به پرورش رو خودتون هم میتونید بسازید. یکی از این تجهیزات لانه تخم گذاریه که ساده ترین و ارزان ترین روش سبد میوه است که میشه دور تا دور سالن قرار داد و داخل سبدها رو با کمی پوشال یا کاه پر کرد. البته پوشال باید درشت باشه و خاکه نداشته باشه برای اینکه مرغ‌ها سبدها رو وارونه نکنن و به تخم مرغ‌ها آسیبی نرسه. میتونید سبدها رو به هم ببندید تا وارونه نشن. تجهیزات دیگه‌ای که واسه شروع کار به اونا احتیاج دارید ظرف دانخوری و آبخوریه که شما به راحتی میتونید اونا رو با استفاده از ظروف دور ریختنی و یا بشکه‌های 20 لیتری بسازید. گام چهارم ضد عفونی کردن سالن یا محل پرورشه. ضد عفونی کردن هزینه زیادی نداره ولی انجام اون لازم و ضروریه. حتما 24 تا 48 ساعت قبل از ورود مرغ یا جوجه به محل پرورش اونجا رو ضد عفونی کنید. گام پنجم خرید مرغ یا جوجه است. برای این کار به جهاد کشاورزی اون منطقه مراجعه کنید و ازشون بخواید که پرورش دهنده های بهداشتی رو به شما معرفی کنن. موقع خرید مرغ یا جوجه حتما به نکاتی که در ادامه میگیم توجه کنید. اولا توصیه اکید میشه که تا میتونید مرغ یا جوجه رو از یک محل بخرید. دوما از جای مطمئن خریداری کنید و مطمئن بشید که اصول بهداشتی رو رعایت میکنن و واکسیناسیون رو انجام میدن. سوما مرغ بومی اصلاح نژاد شده با تولید بیشتری بخرید تا سود بیشتری داشته باشید. و اما گام ششم شروع به پرورش کنید. پروسه پرورش شامل تغذیه، بهداشت، واکسیناسیون و اعمال مدیریتی میشه. واسه تغذیه پیشنهاد ما اینه که جیره غذایی 6 ماه اول رو یک جا خریداری کنید. بهداشت محل پرورش و جمع‌آوری فضولات کف محوطه از نکات مهمیه که باید رعایت بشه. واکسیناسیون مرغ بومی هم فقط در هفته اول و به صورت آشامیدنی انجام میشه، چرا که مرغ بومی در برابر انگل و سایر بیماری ها مقاومه. و اما گام آخر که بهترین مرحله است، یعنی بخش مالی و فروش محصولات، که در این بخش شما برداشت محصول رو خواهید داشت و مزد تلاشتون رو خواهید گرفت. از اونجایی که تخم مرغ تا اکثر سوپرمارکت ها و فروشگاه های مواد غذایی پیدا میشه و تخم مرغ محلی هم طرفدارای زیادی داره، شما واسه معرفی و فروش محصولتون کار سختی نخواهید داشت.
تنها کاری که در این بخش لازم انجام بدین یکم خلاقیت تو بسته بندی تخم مرغ هاست که باعث جلب نظر مشتری بشه و شما راحت تر بتونید محصولتون رو به فروش برسونید. امیدوارم بعد از دیدن این ویدیو به میزان سوددهی این کار پی برده باشید و ما هم تونسته باشیم اطلاعات مفیدی رو در اختیارتون گذاشته باشیم. لازم میدونم که بگم این کلیپ حاصل روزها و ساعتها تحقیق و بررسی میدانی و شور و مشورت با صاحبان این کسب و کار بوده که سعی کردیم به صورت مختصر و مفید در اختیار شما عزیزان قرار بدیم. پس اگه با دیدن این ویدیو راغب شدین که این کار رو استارت بزنید و هنوز سوالی ذهنتون رو درگیر کرده، میتونید سوالاتتون رو در بخش نظرات بپرسید. ما هم تا اونجایی که در توانمون باشه با عشق پاسخ خواهیم داد، چرا که رسالت ما رشد و موفقیت در کنار همدیگه است. دوستان لطفاً نظرات خودتون رو در مورد این ویدیو و چنل با ما به اشتراک بذارید. مسلماً نظرات شما باعث دلگرمی و پیشرفت ما در راستای تولید ویدیوهای بهتر و مطابق با سلایق شما عزیزان خواهد شد.